اوکی. در این ویدیو میخوایم درباره چارچ‌ها در تعاملات کیمیایی همراهتان حرف بزنم و میخوایم اول براتون بگیم که چرا ما میخوایم درباره این صحبت کنیم. دلیلش این است که وقتی همیشه ما دو عنصر را می داشته باشیم و یا هم دو اتم را می داشته باشیم و هر دوی از این اتم ها با هم دیگه یک جای میشن، باید در بین اینها یک قوه جاذبه وجود داشته باشه و این قوه جاذبه باعث میشه که اینها هر دوشان یک جای بمانند. حالا وقتی که امی قوه جاذبه وجود داره، این قوه جاذبه از کجا به وجود میاد؟ خب این قوه جاذبه از در فیزیک و کیمیا همیشه از چارج‌های مثبت و منفی به دست میاد. وقتی که چارج‌های مثبت و منفی با یکدیگه‌شان یک جای میشن، اینها همیشه میخواین نزدیک یکدیگه‌شان باشه و امی قوه جاذبه باعث میشه که اینا با هم دیگه یک جای شون و یا هم تعامل کیمیایی انجام بدن. خب در کل عناصری را که ما در موردش صحبت کردیم قبلا در مورد جدول تناوب عناصر، هر کدام اینها چارج های خودشان را دارن. وقتی که دو اتم های متفاوت با هم دیگهشان یک جای میشن، اینها باید یکیشان چارج مثبت و دیگهشان چارج منفی داشته باشن و وقتی که این چارج های مثبت و منفی با هم دیگه یک جای میشه، این باعث میشه که اونمو قوه‌ای که بین مثبت و منفی وجود داره به یکی دیگه خودم جذب کنن و باعث میشه که اینمی تعامل کیمیایی به وجود بیاید. خب در این ویدیو من باز هم از ایده های یا نظریه های کیمیای کلاسیک استفاده میکنم و کوشش میکنیم که با آسانترین طریقش براتون این توضیح بدم که چگونه چارج ها رو میتونیم به دست بیاریم و کوشش کنیم که از شورتکات هایی که براتون میگم همیشه استفاده کنین و همیشه او شورتکات ها براتون جواب درست رو میده. و باز هم براتون میگم که مثبت و منفی باعث میشه که تعاملات کیمیایی به وجود بیاید. اوکی. در کل وقتی که درباره چارج‌های عناصر حرف میزنیم، مهمترین عناصری که شما باید چارج‌هایش همیشه بدانید به کیمیای عمومی، این عناصری هست که در این ستون ها قرار داره و ما تنها سمبل عنصر که در امو ستون در قسمت اول وجود دارن تنها امو رو براتون نوشته کردیم و هر چارج را که براتون میگم مربوط امو اتم و اتمی که در امو ستون موقعیت داره میشه. خب اولین چیز را که میخوایم درباره چارج ها براتون بگوییم این است که چارج ها خودشان از به دلیل عظیم و چارج داریم که امی اتم هایی را که میبینیم اینا همیشه میخواین مدار آخر و یا هم قشر آخرشان پر باشه. وقتی که قشر آخرشان پر باشن، اینها بیشتر مقاومت دارن و بیشتر میتونن که امی دیگر تعامل کیمیایی انجام ندهند و این باعث میشه که این اتم ها را ما اتم های تنبل یاد کنیم. و اگر ما از طرف چپ جدول تناوب عناصر شروع کنیم، میتونیم اول درباره هیلیوم و نیون حرف بزنیم. هیلیوم، نیون و هر کدام اتم دیگه و یا هم عنصر دیگه که در این ستون قرار داره، در کل اینها چیزهایی هستند و یا هم اتم هایی هستند که اینمی مدار آخرشان پر می باشد. خب مدار آخر معنای دو معنا رو به خود داره. اولش این است که مدار آخر به این معنا که اولین مدارشان دو الکترون داره و مدار آخر پر به این معنی است که مدار دومشان 8 الکترون را می داشته باشند. وقتی در مورد مدار اول گپ میزنیم، مدار پر به معنای ازی است که دو الکترون در مدار اول موقعیت دارند. وقتی که درباره مدار دوم حرف میزنیم، مدار پر به این معنی است که 8 الکترون در مدار دوم قرار دارد. میشه به 2 electrons. خب در کل تمام اتم هایی که میبینیم در جدول تناوب عناصر ما یا میخواین این مدار را داشته باشن، مدار اول به همراه 2 الکترون را داشته باشن و یا هم مدار دوم با 8 الکترون را داشته باشن. و در کل باز هم براتون میگم که این باعث میشه که خود اتم ما و یا هم خود عنصر ما مقاومت بالا پیدا کنن و همچنان با عناصر دیگر تعامل کرده بتوانند. هیلیوم نمبر اتمیش هست 2. وقتی که میخواییم که ایره نشان بدیم که مدارهایش چگونه رسم میشن، اول خود هسته را داریم و بعد از او ما مدار اول هیلیوم داریم که 2 الکترون وجود داره درش. وقتی که میبینیم
میتونیم ببینیم که هیلیوم دو الکترون در مدار اولش داره. به چی معنا؟ به این معنا که مدار اولش خودش پر است، به خاطر که تعداد الکترون هایش دو است و این باعث میشه که هیلیوم یکی از عناصر باشه که نمیخواد با اتم های دیگر زیاد تعامل داشته باشه و خود از این باعث میشه که هیلیوم فقط چارجش صفر باشه و در کل تمام اتم هایی که در می ستون با هیلیوم میبینین چارجشان صفر است. و درباره نیون هم من بر همراهتان گپ میزنم، اما اول در هیلیوم به خاطر که مدار اولش دو الکترون داره پر است و خودش مقاومتش بالا هست و استوار است، نمیخواهد که زیاد در تعاملات کیمیایی یک جای شود و با عناصر دیگه یک جای باشه. این به این معنی نیست که هیلیوم با هیچ عنصر دیگه یک جای نمیشه. هیلیوم میتونه که تعاملات کیمیایی رو بکنه، اما در حالت عادی هیلیوم خوش داره که فقط در کل خوش داره و یا هم it prefers to be in this kind of situation. خب نیون نمبر اتمیش 10 هست و وقتی که میخوایم مدارهایش رو رسم کنیم اول هسته رو داریم، مدار دوم، مدار اول و بعد از اون مدار دوم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. قسمی که میبینیم مدار دوم نیون 1 2 3 4 5 6 7 8 8 الکترون داره و قسمی که قبلا دربارش گپ زدیم به خاطر که 8 الکترون مدار دوم داره به این معنی است که مدار دوم خودش پر است و نیون نمیخواد که اینمی مدار خود را بیشتر بسازه و یا هم نمیخواد که الکترون دیگر در بالای از این مدار خود بگذاره. از این خاطر نیون در این حالت بسیار خوش است و نمیخواد که الکترون های زیاد داشته باشه و این باعث میشه که ما این گازهایی که در این قسمت وجود داره گازهای تنبل ایجاد کنیم، به خاطر که این گازها همیشه همین حالت طبیعی خود را خوش دارن و نمیخواین که با هیچ اتم دیگه و یا هم عنصر دیگه تعامل کنند. به این معنا که تمام اتم ها و یا هم عناصری که در ستون اول قرار دارن و یا هم در ستون اول در طرف راست جدول تناب عناصر ما وجود دارن چارجشان صفر است. فلورین نمبر اتمیش 9 است، به این معنا که وقتی که میخوایم مدارهایش رو رسم کنیم مدار اول 2 الکترون داره، مدار دوم 4 5 6 7 8 9. قسمی که میبینین مدار دوم فلورین 7 الکترون نداره، به این معنا که 7 الکترون داره، به این معنا که فلورین خوش نیست. فلورین میخواهد که یک دانه الکترون دیگه داشته باشه تا ای که اینمی مدار آخری خود را پر کنه. این به این معنی است که فلورین میخواهد که تعامل کیمیایی را انجام بده. وقتی که فلورین تعامل کیمیایی را انجام میده تنها چیزی را که از اتمی که در مقابلش هسته میخواهد یک الکترون است و وقتی که اونمی یک الکترون را به خود بگیره فلورین بسیار خوش میشه. این یک الکترون باعث از این میشه که چارج فلورین تغییر بخوره. به این معنا که در کل چارج ما باید بیشتر منفی باشه، به خاطر که تعداد الکترون های ما در داخل اتم ما زیادتر میشن. و وقت اگر میخوایم که پیدا کنیم که چارج ما چی است میتونیم تعداد پروتون ها و تعداد الکترون های ما را جمع کنیم و ببینیم که جوابش چی میشه. خب تعداد پروتون های ما هستن 9 جمع تعداد الکترون ها که هستن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اما باید در مد نظر داشته باشیم که اینها الکترون ها هستن. الکترون ها در کل همو چارجشان منفی است، از این خاطر منفی 10 میگذاریم، مثلا میشه به منفی 1. به این معنا که هر اتم دیگه و یا هم هر عنصر دیگه که با فلورین هستن در می ستون باید همه چارجشان منفی 1 باشن. ما میدانیم که اینمی کار با تمام اتم هایی که در همین ستون موقعیت داره انجام بدیم و every single one of them یا هر کدامشان فقط میخواین که یک الکترون را از اتم های دیگر جذب بکنن و اونمو باعث میشه که چارجشان وقتی که ما در یک تعامل کیمیایی میبینیم چارجشان همیشه باید منفی 1 باشه. اکسیژن نمبر اتمیش هست 8. به این معنی که وقتی میخوایم که رسمش کنیم مدار اول 2 الکترون داره، مدار دوم
4 5 6 7 8. مدار دوم فقط 6 الکترون دارد و به خاطر که اکسیژن میخواد 8 الکترون داشته باشه، وقتی که اکسیژن در داخل یک تعامل کیمیایی با یک عنصر دیگه میشه، فقط دو الکترون دیگر را همراهش تعامل داره، فقط دو الکترون را ازش میخواد و اونمون دو الکترون باعث میشه که چارج اتم ما در کل تغییر بخوره، چارج اتم اکسیژن ما در کل تغییر بخوره. و چگونه میتونیم چارج را پیدا کنیم؟ بازم براتون میگم 8 جمع تعداد الکترون های ما که منفی 10 هست مساوی میشه به منفی 2. به این معنا که اکسیژن و تمام عناصری که در همین ستون ها موقعیت دارن باید چارجشان منفی 1 باشه. 7 وقتی که میخوایم مدارهایش رو رسم کنیم هسته است. بعد مدار اول 2 4 5 6 7. قسمی که میبینیم مدار دوم نیتروژن 5 الکترون داره، به این معنا که 3 الکترون دیگه ضرورت داره تا اینکه اینمی مدار دومیش پر شود. وقتی که 3 الکترون دیگه از یک عنصر دیگر میگیره، این باعث میشه که چارج اتم ما تغییر بخوره. منفی 3. همین پروسس با کربن هم میشه و قسمی که میبینین اول صفر است، منفی 1 منفی 2 منفی 3. میتونین که تخمین بکنین که عدد دیگه منفی 4 باید باشه. اما چیز عجیب و یا هم چیز سپرایزینگ درباره این ستون ای است که بعضی از اتم ها میخواین که اونمو 4 الکترون را که دارن از دست بدن و میخواین که بعضی هاشون میخواین که 4 الکترون را به دست بیارن و همون باعث میشه که چارج از اینا منفی 4 و یا هم مثبت 4 باشه و چارج بوران و دیگر اتم هایی که در همین ستون قرار دارن مثبت 3 می باشه. و میفهمم که تا بالا درباره چارج مثبت حرف نزدیم، اما چند دقیقه بعد همراهتان درباره زو حرف میزنم و تنها مهم این است که بدانیم که کدام چارج ها به کجا میرن و در کل میخوایم براتون بگیم که کربن میخواد که چارجش همیشه منفی 4 باشه، به این معنا که اگر ما کربن را در یک تعامل کیمیایی دیدیم، کربن همیشه میخواد که 4 الکترون از عناصر دیگه به خود جذب بکنه و همون باعث میشه که در کل چارج کربن منفی 4 شد. بر طرف چپ جدول تناوب عناصر ما هیدروژن یک پروتون داره، یک الکترون و یا هم یک پروتون و یک الکترون داره، به این معنا که وقتی رسمش میکنیم یک الکترون در مدار اولش داره. خب در این حالت هیدروژن میتونه که یک الکترون از عناصر دیگه به دست بیاره و یا هم میتونه که اینمی یک الکترون خود را از دست بده. و در کل وقتی که درباره اسیدها حرف میزنیم، هیدروژن فقط میخواد اینمی یک الکترون خود را به عناصر دیگه تقدیم بکنه و بخصوص با عناصری که در قسمت در این ستون مثل فلورین میبینیم، هیدروژن همیشه میخواد که اینمی یک الکترون خود را به امی عناصر که در این ستون موقعیت دارن بده و او باعث میشه که چارج هیدروژن در کل مثبت 1 باشه. یک به خاطر که یک الکترون از بین میره، 0 منفی 0 که در کل جوابش میشه مثبت 1 و به خاطر که فقط این یک پروتون در داخل هسته موقعیت داره با نیتروژن، در کل این را به نام پروتون یاد میکنن و یا هم هیدروژن را به نام پروتون در کل یاد میکنن، به خاطر که هیدروژن فقط یک پروتون داره و تمام الکترون خود را از دست داده. و بعدن که درباره اسید و بیس گپ میزنیم، در مورد پروتون و یا هم هیدروژن بسیار مثال هایی را داریم که ازش استفاده میکنیم. خب لیتیوم که نمبر اتمی 3 است، اگر ما بخوایم رو رسم کنیم 2 الکترون در مدار اولی و 1 الکترون در مدار دومی داریم
و قسمی که میبینین لیتیوم ضرورت داره که 7 الکترون از عنصر دیگه به دست بیاره تا ای که اینمی مدار دومیش پر شوه و یا هم مقاومت خود را به دست بیاره. به خاطر که به لیتیم بسیار مشکل است که 7 الکترون دیگر را به خود جذب کنه، لیتیم فقط این یک الکترون را به عنصر دیگه که همراهش تعامل داره میدهد و در کل باعث میشه که اینمی مدار دومی کاملا از بین بره و در کل فقط یک مدار اول با 2 الکترون را لیتیم به دست میاره و این باعث میشه که در کل چارج لیتیم شود مثبت 1 که باز هم مثبت 1 است و همین رقم بریلیم و یا هم بریلیم هم 2 الکترونه که در همین قسم بریلیم که 2 الکترون در مدار دومی خود داره فقط 2 الکترون را از دست میده و فقط با مدار اول که 2 الکترون داره باقی میمانه و باز هم این باعث میشه که بریلیم بیشتر مقاومت و داشته باشه و استوار باشه و از این خاطر در کل چارجش میشه مثبت 2 و باز هم این چارج ها به امو اتم هایی که میبینین و تمام اتم ها که در همون ستون موقعیت دارن مربوط میشه. یکی از طریقه های پیدا کردن چارج ها این می باشه که مثلا بیایم ببینیم که مثلا یکی از استادهای ما به ما لیتیوم فلوراید میده و ما میخوایم که چارج لیتیوم و فلورین را پیدا کنیم. اولین کاری که میکنیم لیتیوم را پیدا میکنیم که در کدام قسمت جدول تناوب عناصر موقعیت داره و قسمی که میبینید لیتیوم در ستون اول است به این معنا که چارج لیتیوم باید باشه مثبت 1 و فلورین که در این ستون موقعیت داره فلورین باید باشه -1 و اینمی مثبت منفی و یا هم امید چارج های مثبت منفی باعث میشه که اینها یکدیگر خود را جذب کنن و در کل باعث میشه که اینمی تعامل کیمیایی بین لیتیوم و فلورین با وجود بیاید. میتونیم داشته باشیم بریلیم اکساید و اگر از ما میخواستن که چارج بریلیم را پیدا کنیم و یا هم از اکسیژن را آسان ترین طریقش است که پیدا کنیم که بریلیم در کدام قسمت جدول تناوب عناصر موقعیت داره و قسمی که میبینید در ستون دوم موقعیت داره به این معنا که چارجش در کل باید باشه مثبت 2 و اکسیژن هم در این ستون موقعیت داره و چارجش باید باشه -2 و در کل وقتی که مثبت 2 و -2 یکجا میشن در کل چارج ما از 0 است به این معنا که در کل تمام اینا چارجشان 0 است اما به خاطر که چارج ما 0 است ما اصلا چارج را روشن نمیکنیم و بعد در ویدیوهای بعدی در مورد ای چارج همراهتان صحبت میکنم. اما در این ویدیو فقط براتون میخوایم بگویم که وقتی 2 اتم را می داشته باشیم چگونه میتونیم چارج را پیدا کنیم. Thank you.